ماشاءالله دا پنجشیر خط اوس ملګري روان دي 3 ساعته وخت ورکړی نو کچېرې تسلیم سوله نو خطر که او که تسلیم نشي نو بس انشاءالله په خپله سزا به ورسېږي. ماشاءالله ماشاءالله ولي صاحب مسؤول دی خطه تقریبا 55 سرنجر او ټانګونه دي انیم لا رسیدلي نه دي مشران ټول کمیسونو اداري نظامي ټول سوي دي ماشاءالله خطه الحمدلله. این جانب هم پکې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا با عرض سلام خدمت تمام کاربران فیسبوکی. دوستان عزیز چند لحظه قبل به ما اطلاع رسید که گویا طالبان وارد دره پنجشیر میشن و یک قطار و یک سفارایی کاذب. دوستا قبل از اینکه شما نامی از پنجشیر بگیرید متوجه باشه که در مورد یک دشت فلات، یک طبیعت بیرحم، یک وادی سرکش صحبت میکنیم. شما میبینید دقیق ما در موقعیت سر دربند قرار داریم که کاپیسا تحت پوشش ما است. هیچ نوع دشمن تا حال تحرکی نداره به یاری پروردگار. ما با تمام امکانات آمادگی خاص خود داریم، تدابیر اتخاذ کردیم. دوستان عزیز شما کاملا خاطرتون راحت باشه که دشمن هیچ نوع نفوذی در اینجا کردن نمیتونه. فقط یک شایعه بیش نیست به خاطر تضعیف ساختن مورال مردم، به خاطر مخشوش ساختن اذهان عامه. فقط یک جنگ تبلیغاتی دشمن است. دشمن هیچ گاه نمیتونه به این دره نفوذ بکنه. اگر این اشتباه را بکنه اشتباه تاریخیش خواهد بود. شما در جریان هستید که از چند روز به این طرف گفتگوها و مذاکرات بین طالبان و جبهه مقاومت آغاز شده که یک امر طبیعی است که خواستای خود نداشتن. قطعا ما این خواستها را نپذیرفتیم. ما انشالله تا آخرین رمق حیات مبارزه میکنیم، در برابر از اینا میجنگیم و هیچگاه سر تعظیم فرو نمیاریم به خواستهای از اینا. دوستان عزیز به اطلاع تماما شما و کاربران فیسبوکی و فیسبوک چلونهای دشمن میرسونیم که اینا فقط یک شایعه بیش نیست. کاملا خاطرتون راحت باشه. لایف ما به خاطر همی بود که شما خاطر جمع باشید. دشمن هیچ نوع تحرکی نداره. یک شایعه است، شایعه بیش نیست. به یاری پروردگار ما آمادگی عام و تام داریم. جوانات، دوستان عزیز، فرماندهان نظامی کلش در دره پنجشیر حضور دارن. با یک تدابیر نظامی، با یک تدابیر محکم ما انشالله آماده دفاع خواد بودیم. نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر!